اردبیل عصبانی ترین شهر کشوره و ایران عصبانی ترین کشور جهان، یعنی اردبیل میشه عصبانی ترین شهر جهان. حالا این آمار رو از کجا در آوردیم؟ بیشترین میزان نزاع و درگیری میشه میزان عصبانیت. اردبیل بیشترین نزاع و درگیری رو در کشور و جهان داره. بعد جالبه کمترین میزان خلاف، نمیدونم دزدی و انواع مختلف کارهای خلاف رو اردبیل توی کشور داره، یعنی بیشتر نزاع رو داره ولی کمترین خلاف رو. یا آدم‌های درستکار عصبانی هستیم ما. بعد بیشترین میزان چک برگشتی رو هم اردبیل داره توی سطح کشور، یعنی ما چکامون برگشت میکنه چون آدمای درستی هستیم، کار خلاف نمی‌کنیم، پول نداریم، با هم دیگه دعوا میشه. و جالبه میزان کارهای خلاف انقدر توی اردبیل پایینه که از استانهای مجاور به خاطر بکر بودن بازار دزدی توی اردبیل میان توی اردبیل و دزدی میکنن، مثلا خونه ها رو میدزدن و میرن. و خود اردبیل انقدر دزد کم داره که دزد وارد میکنیم ما. یه چیز جالب دیگه اینه که شهرهای اطراف اردبیل مثل پارساباد میزان خلاف بیشتر از خود اردبیل با وجود اینکه جمعیتشون خیلی کمتره. و این جزو نکات خیلی جالبیه که من گفتم که خدمتتون عرض بکنم و به فارسی هم گفتم که فارسان بفهمم دیگه، ما ترکا خودمون تا حدودی میدونستیم اینا رو. خیلی ممنون.